حبیب خدا میگوید آن جهنمی که شما ای بنده های خدا از او پناه طلب میکنید، روز حساب، روز قیامت پروردگار این جهنم 70 میهار میزند. چگونه 70,000؟ چگونه که در بینی های همون بقه ها زنجیرها می اندازند، 70,000 حلقه در بدن جهنم میزنند و در هر یک زنجیر او 70,000 ملائکه آویزان است و او را کشیده به میدان حساب میارند. برادر عزیز و گرامی، وقتی من حساب کردم 490,000 ملائک دوزخ پروردگار به میدان قیامت میارند که هر یک فرشته او توانایی و قوتش برابر تمام مخلوقایی که در روی دنیا خدا آفریده است قوت همه اینا دارند. ما از همون جهنم پروردگار به سوی تو پناه طلب میکنیم، از همون جهنمی که اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. جهنمی که وقتی دوزخی را به نزد او میارند، الله بیان میکنه در سوره ملک، در سوره تبارک که ما و شما میخوانیم، وقتی به نزد این میارند و از بالا وقتی که او را میپرتایند، پرتافتنش هم خدا در سوره الرحمن بیان میکند فیؤخذ بالنواصی والاقدام. پروردگار آدم گناهگار، آدمی از خدا نمی ترسیدگی را وقتی نزد چاه دوزخ می آورده است، ملائکه ها را امر می کرده است او را پرتاین در آتش. اونا چگونه می دارند دوزخی را؟ فیؤخذ بالنواصی والاقدام. پروردگار میگوید یک دست فرشته در موی سر توست و دست دیگرش در پایهای توست و همچنان تو را سرازیر در دوزخ میپرتاید. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. پروردگار میگوید وقتی دوزخ لقمه خودش میبیند، دوزخی را میبیند، آنچنان عرس میکند که مثل آوازی خر است، قبول میکند دوزخی را. و هی تفور. پروردگار میگوید آنچنان دوزخم خشمناک میشود که زود است که میگویی میترکد. پروردگارا